تجربه من اینه، افسرده ها بعد از یه مدتی که اون سختی حال بد رو تحمل میکنن یه توانایی پیدا میکنن که بتونن برگردن و منشأ بیماریشون رو پیدا کنن. بگن آقا این حس از کجا با من بود؟ از کی این شروع شد؟ این توانایی رو پیدا میکنن که انقدر خاطراتشون رو مرور کنن تا منشأ بیماریشون رو پیدا کنن. من به این مرحله رسیدم. اگر افسرده هستی که انشالله نباشی و تصورت این باشه که من افسردم، مثل هزاران نفری که میبینی میگه آقا من افسردم، اما نه، اصلا اینجوری نیست. اگر افسرده واقعی باشی، اولین کار و بهترین کار اینه که شروع کنی خاطرات رو مرور کنی، ببینی اولین نشونه های این افسردگی امروزت کی ظاهر شدن.